از استودیوی مرکزی رادیو озодӣ من شعله گلخوجه شما را با تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا میکنم. امروز 10 ایول است و همراه میبینیم که در دنیا چی میگذرد. این همه جفا از بهر چیست؟ حامیان حقوق میگویند دستور نوی ولادیمیر پوتین مهاجران تاجیک را میان زمین و آسمان قرار میدهد. تعیینات حیرت انگیز رجب طیب اردوغان سوگند پرزیدنتی خورد و کرسی وزیر مالیه ترکیه را در اختیار دامادش گذاشت. من باور دارم که در چارچوب نو حکومت کاملتر و سریعتر عمل خواهد کرد. با زیبا و یک رنگ میخواهیم اما شرایط نیست. ساکنان شهر دوشنبه میگویند اجرای دستور مقامات هزارها سومانی خرج دارد. ما شرایط خیلی با رنگ کنی نداریم که تو هم شکستنش میتوانی کنی تو کندنش. اما از آن آغاز میکنیم که دلوار گولov پسر وزیر سابق صنعت تاجیکستان دیگر بار در سرخط خبرها قرار گرفت. روز 8 ایول او با افسر پلیس دلشاد نرزول озодӣ 33 ساله وارد مناقشه لفظی شده او را لط و کوب کرده است. در نتیجه استخوان گونه و بینی نرزول озодӣ شکسته است. حالا این افسر در قریه بالا بستری است و به گفته طبیبان سرش نیز آسیب جدی دیده است. وزارت امور داخلی تاجیکستان لط و کوب کارمندش را تصدیق کرد و گفت یک نفر را در این رابطه بازداشت نمودند. در حالی که وزارت نخواست نام بازداشت شده را آشکار کند، خبرگزاری آزیا پلوس با تکیه به منابع خود در نهادهای قدرتی نوشت که دلوار گولov خود را اختیاراً به پلیس تسلیم کرده است و بازپرسی می شود. سبتی نام اقامت و یا رجیستراسیا تنها در مکانی زیست. این تغییرات نوی است که با دستور پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با قانون بود و باش خارجیان در آن کشور وارد شده اکنون به اجرا درآمد. تاکنون مهاجران کاری از جمله تاجیکان خود را با نشانی شرکت کردینده و یا شخصان میانرو ثبتی نام می‌کردند. همکارم عبدالله شورov جزئیات تغییرات نو و قانون‌های روسیه را آموخت و حالا با ما در استودیو است. سلام عبدالله. تا کجا تغییرات نو به بود و باش مهاجران کاری تاجیک در روسیه تاثیر خواهد داشت؟ سلام شهلا. مهمترین تغییراتی که قانون‌های روسیه برای مهاجران تاجیک به بار آورد این محدود شدن مکان ثبتی اقامت است. مهاجران کاری تاکنون حق داشتند خود را با نشانی شرکت کاردهنده، مهمانخانه، خوابگاه‌های عمومی ثبت نام کنند. مهاجران در چنین مکان‌ها خود را ثبت نام می‌کردند ولی عملاً در دیگر جای زندگی می‌کردند. اما همکنون قانون‌های روسیه ثبت نام مهاجران را در شرکت و کارخانه‌ها منع کرد. یعنی آنها در جایی که واقعاً زندگی می‌کنند همانجا خود را باید ثبت نام کنند. عبدالله این ببندوباری به خاطر چیست؟ چرا مهاجران در همان مکانی که ثبت شده‌اند زندگی نمی‌کنند؟ ببین چالا، نخست اینکه مهلت ثبت مکان اقامت محدود است، یعنی 15 روز. در این مدت مهاجران باید جای زیست خود را یافته پیش از همه صاحب ملک را رضا کنند که با آنها اجازه ثبت نام در منزلش را بدهد. مشکل مهاجران هم در همین جا سر میزند، چون اکثریت شهروندان روسیه که خانه خود را بر عوض پول به اجاره میدهند راضی نیستند که مهاجران را در آنجا ثبت نام کنند. خوف آنها از این است که مهاجران مبادا به مالکیت به خانه زیست آنها دعوا پیش نیاورند. چندی از حامیان حقوق مهاجران که من همراهشان صحبت داشتم میگویند بسیاری از اجاره دهندگان در روسیه ملتگرا هستند. در کوچه و تابلوی اعلان‌ها و روزنامه‌های روسیه نیز زیاد اعلان اجاره خانه‌ها به چشم می‌خورد که صاحب ملکان آشکارا در آن بیان می‌کنند که خانه‌هایشان را تنها به اسلاویان تبارها اجاره می‌دهند و مردمان آسیایی و قفقازی مراجعت نکنند. از این رو بسیاری از مهاجران ناچار خود را در دیگر جا ثبت نام کرده و در خانه اجاره زندگی میکنند. اما با اجرا در آمدن قانون نو، حامیان حقوق میگویند با این گونه مهاجران خطری از روسیه اخراج شدن تهدید میکند. هستن شخصانی که در دیگر جور ثبت شدگی است، رجیستراسیون است. یعنی خودش در دیگر زندگی میکنه، رجیستراسیون در دیگر جا است. در این حالت تحت جریمه با مقدار 5000 روبل روسی و از روسیه اخراج کرده میشود. تحت دپارتاسیون یعنی قرار داده میشود. مهاجران یک طرف، اما حال دانشجویان چی میشود عبدالله؟ متاسفانه شهلا این طلبات به دانشجویان هم دخل دارد. تاکنون دانشگاه‌های روسیه دانشجویان خارجی را با نشانی بینایی مرکزی خود ثبت نام می‌کردند و دانشجویان در انتخاب مکان زیست آزاد بودند. اما حالا آنها نیز عهده دارند که تنها در مکان زیست خود را ثبت نام کنند وگرنه با آنها نیز خطر اخراج شدن از روسیه تهدید می‌کند. دانشجویان می‌توانند در خوابگاه دانشگاه‌ها خود را ثبت نام کنند ولی اگر در خوابگاه دانشگاه جای نباشد آنها باید اجاره دهنده را یابند که رضا است آنها را در آنجا ثبت نام کند و این کاری سهل نیست.
ضمناً بیشتری دانشجویان تاجیکی در خارج تحصیل میکنند در روسیه هستند. طبق آمارهای گوناگون بیش از 20,000 دانشجوی تاجیک در دانشگاه‌های روسیه عین حال تحصیل میکنند. فهم روز تا روز مشکل‌تر می‌شود با اصلاح کلیه و من بدتر. سپاس عبدالله. ما رو میاریم با موضوعهای دیگر. دیروز در انکره پایتخت ترکیه رجب طیب اردوغان سوگند پرزیدنتی یاد کرد. بر پایه رایپرسی عمومی سال گذشته رئیس جمهوری ترکیه رهبری نهادی اجرایی دولت را هم بر عهده دارد. در نخستین لحظه های دور جدید پرزیدنتی اردوغان هیئت نوی حکومت را اعلان نموده بسیاری ها را به حیرت آورد. سجیده میرزا گزارش می‌دهد. روز دوشنبه 9 ایول رجب طیب اردوغان به صفت رئیس جمهوری نوی ترکیه سوگند یاد کرد و به دنبال داماد خود برات البیرق را به عنوان وزیر مالیه و خزینه‌دار دولت معرفی نمود. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak. بعد این اعلان لیره ترکیه در چند دقیقه 3.5% قرب خود را از دست داد. در هر صورت حالا رجب طیب اردوغان از صلاحیت‌های گسترده‌ای برخوردار است که هیچ یک از پرزیدنت‌های پیشین نداشتند. در ترکیه 24 ایونی سال جاری مقام سروزیر که رهبری بخش اجرایی دولت را بر عهده داشت از بین برده شد. رجب طیب اردوغان در میان هزاران مهمان خارجی در کاخ ریاست جمهور در انقره سخنرانی کرد. من باور دارم که در چارچوب نو حکومت کاملتر و سریعتر عمل خواهد کرد. در حکومت نو معاون پیشین سروزیر محمد سیمسک حضور نخواهد داشت. سابق رئیس دستگاه اردوغان هولوسی اکر به مقام وزیر مدافع پیشبری شده، مولود چاوشاغلو در مقام وزیر امور خارجی و سلیمان سایلو در مقام وزیر امور داخلی ترکیه باقی ماندند. رجب طیب اردوغان در انتخابات گذشته پرزیدنتی با دریافت رأی بیش از 50% انتخاب کنندگان رئیس جمهوری آن کشور انتخاب شد. در رفراندوم بهار سال گذشته بیشتر رأی دهندگان به تغییرات در قانون اساسی ترکیه رأی مثبت دادند و در اساس آن پرزیدنت قدرت نخست وزیر را نیز بر اختیار گرفت. برخوردار شدن پرزیدنت از نیروی اجرایی بزرگترین اصلاحات از زمان برهم خوردن امپریای عثمانی در ابتدای عصر 20 است. رجب طیب اردوغان 15 سال نخست وزیر ترکیه بود و سال 2014 به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. بعد یک کوشش تبادلات ناکام دولتی در تابستان سال 2016 اردوغان تاکید کرد که برای تأمین رشد کشور و حمایت ترکیه از ناآرامی‌ها در مرز با عراق و سوریه، پرزیدنت کشور باید از صلاحیت‌های اجرایی برخوردار شود. مخالفین اردوغان میگویند پرزیدنت یک دولت خودکامه بنیاد کرده است و سعی دارد نهادهای دنیوی ترکیه معاصر، ارزش‌های جامعه دموکراتی و آزادی بیان را از بین ببرد. در پی کودتای ناکام در ترکیه تابستان سال 2016 تا به حال هزارها نفر در این کشور بازداشت و زندانی شده، هزاران تن دیگر کار خود را از دست دادند و صدها تن دیگر همچنین در انتظار برگزاری دادگاه ها قرار دارند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید و ما برمیگردیم به تاجیکستان. دستوری با بمب‌های زمانوی و یک رنگ پوشاندن بنا و خانه ها را که از سوی حکومت تاجیکستان اخیراً صادر شده است، ساکنان شهر دوشنبه قابل دستگیری می‌دانند، ولی میگویند این کاری پرخرج است که اقتدارش را ندارند. به حساب آنها برای عوض کردن شیفر به تونوکای رنگ هزارها سومانی در کار است که اگر خواهند هم پیدا کردن چنین مبلغ آسان نیست. زرنگیز نوروز شاه در این باره گزارش دارد. این شیفر رو پیش از ما هفتاد میسود. عمر پیرف بومی خانه‌اش را 40 سال پیش رو پوش کرده است. اگر سال 76 من امیر خریدم تو حضور اسرائیل چی نشدهشم. انا تونکه باشه نکن تونکه کاری منو جای کم ترک تونکه احوالش کوش سرای پچاق سرای. انا که این خوی میکنی میبری و دیگر جور خونه میکنی. اوای کنده کنی دیگر وای هیچ نمیشه. این صاحبخانه هرچند از دستور مقامات برای عوض کردن بمب‌پوش شیفری به بمب‌پوش‌های رنگه و زمانوی آگاه است، میگوید شیفری بمش را عوض نمی‌کند، خرجی زیاد دارد. اما شرایطی خیلی بو رنگ کنی نداریم که تو هم شکستانش می‌استوای که تو کندنش او رنگی که خود میگه تونکه‌ای که میگیریم تونکه وقتی ما قوتمون نمیرسه قوت نمیرسه. مقامات گفتند به سبب آراستن محلات معمولی ساکنان باید بمب‌های خانه‌شان را با تونوکه پوشانده یک رنگ کنند.
بر اساس دستور رهبران در محل‌ها یکی از رنگ‌ها مثلا سبزی و سرخ را انتخاب می‌کنند. نوربی دولت و چند سال باز می‌خواهد بام شیفری خانه‌اش را که فرسوده است و می‌چکد عوض کند، اما امکانش را ندارد. خودمون بچه‌ام نیست، شو ندارم. دخترها خانه‌هاش شونده پنسیونرم. دیگر رو نمیدونم. شیفریاتی خانه‌تون؟ شیفری کهنه چند ساله‌ای که همین بارون سخت شود اگر میریزه او خانه‌ام ده. تمام. یکی واسه نیست. نیستم، نمیتونم. شرایط ندارم. ساکنان میگویند خوب میبود اگر در این سمت به خانواده‌های کم بضاعت کمک رسانیده شود. یاردم شوند برخی از ساکنان تصمیم یک رنگ شدن بامپوش منزل و بیناها را اقدامی خوب می‌دانند. نظر من دلکش نیست. قدرم خوب نیست. اگر یک رنگ باشد با بهتر می‌شود. با فکر من، فکر شخصی من و طلبات زمانه جوابگو باشند. بیش از 70% اهالی تاجیکستان در دهات زندگی می‌کنند و تا 10 ساله پیش منزل‌های خیش را با بامپوش شیفری می‌پوشانیدند. با آنکه وقت‌های اخیر سلیقه خانه‌سازی مردم در تاجیکستان بالا می‌رود و محل‌های نو و زمانوی هم بنیاد شده‌اند، ولی هنوز هم به گفته مقامات در کنار شاهراه‌ها و مرکز ناحیه‌ها خانه‌های به نظر می‌رسند که حسن محل را می‌کاهانند. برنامه را ادامه می‌دهیم. مقامات توجیک به والدین هشدار دادند که فرزندانشان را در ساحل دریا و مکان‌های ممنوع آبازی تنها نگذارند. در صورت غیر مجازات می‌شوند. این آگاهی در پی مرگ چند کودک در رودخانه و کل‌های تاجیکستان صدا می‌دهد. تنها در یک شبانه روز هفته گذشته 5 تن از جمله 3 نورسی تا 16 ساله غرق شدند. این هم در حالی است که حرارت چند روز اخیر در تاجیکستان از مرز 40 درجه گذشته است. و حالا در گزارش می‌بینیم که ساکنان از این گرمی‌ها چگونه پناه میبرند. ظاهراً از گرمی شدید این شب و روز تاجیکستان اساساً فروشنده های نوشابه های سرد و تاجران ونتیلاتورها برد میکنند. با گفته حافظ ونتیلاتورهای در 3 روز اخیر فروخته او بیشتر از ماه گذشته است. 2 روز دیگه 3 روز دیگه میفروختیم، هر خیلی به 120 بود. نرخ این هوا سرد کنک ها نسبتاً ارزان است. ونتیلاتور ما ببینید نخوش داریم 100 سوم 150 سوم 200 سوم. اول روز که سودا صبح حالا سودا خیلی خوب است. در روز میفروشیم 5 6 دانه. آنهایی که در خانه کندیسیونر ندارند از گرمی طاقت فرسا زیر سایه درختان و لب آب پناه میبرند و یا ساعت‌های دراز خود را در بازارهای پوشیده و مجهز با دستگاه‌های سردکنی میگذرانند. اساساً زیر سایه میگردیم. در وقت خرید کردنم به حضور میگرده سالقین اینجا، لیکن در بیرون بسیار گرم. اینجا نسبت به بیرون سالقین تر است. به همین خاطر می شود تا پست آمدن حرارت در بیرون در همین داخل گشت و گذار کرد. طبق پیشگویی هواشناسان گرمی شدید در تاجیکستان تا 12 ایول دوام می‌یابد. در ختلان این روزها درجه هوا روزانه در وادی‌ها از 40 تا 44 در ناحیه‌های تابع مرکز و ولایت سخت تا 42 می‌رسد. در منطقه‌های کوهی سخت و ناحیه‌های تابع مرکز تا 32 درجه هوا گرم است. по горным районам Сагдийской области и РРП до 32-34 градусов Цельсия. متخصصان میگویند آخر هفته هوا کمی سلخین تر می شود ولی این دیر دوام نمی کند. حرارت هوا تا 3 و 4 درجه برای کوتاه مدت پایین می آید، اما بعد این تدریجاً باز گرم خواهد شد. پزشکان و نجات دهندگان ساکنان را آگاهی می دهند که زیاد زیر آفتاب نگردند و بیشتر آب بنوشند. مردم منطقه های کوهی باید هوشیاری را از دست ندهند، زیرا بنابر گرمی احتمال آبشوی پیریخ‌ها و فرآمدن سیل و سنگریزی وجود دارد. و امروز 10,000 هوادار فوتبال عظیم شهر سنت پتربورگ روسیه شدند تا قوازمایی نیم فینالی دسته‌های منتخب فرانسه و بلژیک را تماشا کنند. فردا در مسکو منتخب انگلیس و خرواتیا برای رخصت دومی بازی فینالی جام جهانی 2018 روبرو می‌شوند. برای امروز برنامه خبری را خلاصه میکنیم. اگر میخواهید خبرگزاری‌های از این بیشتر را پیدا نمایید پس دعوت میکنیم که وبسایت ما www.azadi.org بروید. صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی برای شماست. آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب نیست. سپاس که در این 15 دقیقه با ما بودید. تا برنامه فردا خدا نگهداری هر یک شما.